سلطان قلبم. من یه کار کوچیک دارم، زود برمیگردم. یه اتاق پر خیاط نگران این هستن که لباسو چطوری بدوزن. اون وقت تو میگی یه کار کوچیک دارم. یه بیا دقیقه ببینم. فقط. را بیفت. زود باش. پارچه برای چیه؟ سلطانم، دستور پادشاهه. برای امشب باید لباس آماده کنی. میتونی بری؟ معلومه که پادشاه حسابی به فکر من بوده. حمام آماده کن. برای شب باید چشم‌ها رو خیره کنم. آقا فتاح چند روز قبل اومد، همه وسایلشو جمع کرد و رفت. بعد از اون دیگه نه کسی اومده نه کسی رفته. پس این دست داشته تو این کار. اگه میدونستم با اون خائن رفاقت میکردم. از تو نپرسیدم با کی رفاقت میکنی آقا. میگم فتاح کجاست؟ آقا قسم میخورم نمیدونم، اگه بدونم با دستای خودم میگیرم میارمش. ولی یه مدتی پیداش نیست. اگه کسی چیزی شنید یا فهمید حتما خبر بدید. هر کی بدون او چیزی نگه عاقبتش از فتاح بدتر میشه. گفتم بدونیم. چشم آقا. حتما. آقا فتاح، ما اینجا تو این وضع تو معلوم نیست کجا داری صفا میکنی. معلومه تیر خورده. باید یه حکیم پیدا کنیم. حکیم اون سر شهر مرد. بذار ببینیم اونقدر عمر میکنه. خب چی کار باید بکنیم خاتون؟ همینجوری وایسیم؟ من باید به ایبا خاتون خبر بدم، اونم بیاد ببینه. من کجا؟ ببین شاهزاده بین عظمتو کجا خوابوندن؟ بیدار شدی؟ به من نزدیک نشو. خیلی خوب آروم باش. میخوای چیکار کنی با اون چاقو؟ یه کم پیش راهزنا محاصرت کرده بودن، نجاتت دادم، یادت نمیاد؟ من از کجا باید بفهمم تو یکی از اونا نیستی؟ منو ندزدیدی. ای خدای من، آدم حداقل یه تشکر میکنه. تو کی هستی که من با تو رو بدزدم؟ یعنی تو نمیدونی من کیم؟ نه نمیدونم. گناهه؟ پس نمیدونی. نمیدونم. لطف کنی اسم تو بگی شاید بفهمم.
یه بازی در بیارم ببینم من کیم. چی داری میگی با خودت؟ هیچی، من فقط خودمم یادم نمیاد که کیم. چی؟ دخترم بیدار شدی؟ بیدار شد مادر، بیدار شد. بیدار شده ولی هیچی یادش نمیاد. دخترم مشخصه که از یه خانواده پول داری. از پایتخت اومدی یکم به حافظت فشار بیار. نه یادم نمیاد. اسمت چی؟ اونم یادت نمیاد؟ ای خدا، حالا چی کار کنی؟ چی کار کنیم نداره مادر. میبریمش پیش کت خدا، یه راهی پیدا میکنه. مگه میشه پسر؟ بذار همینجا بمونه، حتما یکم فکر کنه یادش میاد که کیه. ایبا خاتون، ایبا خاتون، ایبا خاتون، هی! خیره همسایه، چی شده؟ وای، ایبا خاتون یه نفر زخمیه، قربونت برم، بیا یه نگاهی بنداز بهش، ثواب داره. باشه یه دقیقه منتظر باش. باشه سرورم، همه جا رو دنبال فتاح گشتیم ولی پیداش نکردیم. معلومه که چند روزی رفته گم و گور شده. آقا خالد، بگو ببینم فتاح کجاست؟ سرورم، من از کجا باید بدونم؟ یه زمانی با آقا فتاح خیلی صمیمی بودی، همه میدونن. اون وقت الان نمیدونی کجاست. هاشا سرورم، زمانی که سرگروه ینیچری بود میدیدمش، ولی الان هیچ رابطه‌ای ندارم باهاش. همیشه میگفتی تو ینیچری هر اتفاقی بیفته تو میفهمی. فتاح قحطی درست میکنه، اون وقت تو نمیفهمی. گم و گور میشه، تو نمیدونی کجاست. ببخشید سرورم، کوتاهی کردم. میتونی بری آقا خالد. سرورم، قرار بود راجع به اسلحه خونه صحبت بکنیم. نشنیدی چی گفتم؟ گفتم میتونی بری آقا خالد. هرچی دستور بفرمایید سرورم. بریم سر مسئله بعدی. سرورم، مهندسی که منتظرشیم امروز داره از سن پترزبورگ میاد. برای امتحان کردن سلاحی که ساخته برای فردا آماده میشه. عالیه. به نظر من این کشتی اصلا نباید به اینجا میومد. اصلا این مهندس اینجا چی کار میکنه؟ اونم نباید به اینجا میومد. اگه محمود اون اسلحه خونه‌ای که توی ذهنشه بسازه، متوقف کردن ترک‌ها خیلی سخته. جان پیر، میدونم آینده در دست مملکتاییه که اسلحه درست میکنن، ولی اینم باید بدونی که هیچ وقت کارمو به تقدیر نمیسپارم. فردا به عنوان سفیر روسیه اسلحه رو امتحان میکنن. کنار محمود و مهندس هستم. اول با مهندس آشنا میشم، ببینم میتونم سمت خودمون بکشمش یا نه. به نظر من انتخاب دیگه ای نداره. یا با ما حرکت میکنه یا میمیره. صاف وایسا خاتون. ببخشید، چقدر دیگه باید صاف وایسم؟ آنا، اینجوری برگرد خاتون، برگرد. محکم بکش کمرشو، محکم. یکم انصاف بابا، دیگه چقدر میخواید محکمش کنید؟ همینجوریش اندازه یه گنجیش که اونم انقدر محکم میکشید که محکم‌تر بکشید. هر کاری لازمه بکنید. یه لباسی باشه که پادشاه بپسند. یقه رو هم ببر بالا. پادشاه حتی به حرفم گوش نداد سرورم. داد و بیداد کرد که فتاح کجاست. تا خواستم توضیح بدم دیدم که بیرون درم. گل سفید میخوام، سفید. رنگ مورد علاقه پادشاه. سلطانم، حداقل شما گوش کنید ببینید چی میگم. وضعیت رو نمیبینید؟
میبینم آقا خالد، میبینم، ولی نمیفهمم چرا نگرانی. یه مدت تو و من جوری وانمود میکنیم که چقدر به پادشاه وفاداریم و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده تا از این مخمسه بیرون بیاییم. ولی تو مگه فتحو نکشتی آقا خالد؟ کشتم سلطانم، کشتم. پس دیگه چرا نگرانی؟ بذاریم همینجوری دنبال یه آدم مرده بگردن. اوضاعش چطوره؟ ریشش محکمه، انگار به زندگی وابسته است، مثل اینکه یه چیزی از زندگی میخواد. تا حالا که نمرده اینم تحمل میکنه حتما. خب خدا رو شکر. ببینم به کت خدا خبر دادی؟ هنوز نگفتیم، معلومه که یه دشمن. باید خبر بدی. بذاریم به خودش بیاد، ببینیم کیه، اهل کجاست و چه اتفاقی براش افتاده. اوف، خیلی گشنمه، دارم از حال میرم. خیلی خوب بابا، آوردم، دوباره غش نکن. ماشاءالله داری، یا به زور آوردمت. چیه؟ من اینا رو نمیتونم با هم بخورم، باید تو ظرفای جدا باشه. بگو. قاشق نیست، من نمیتونم بدون قاشق بخورم. اگه قاشق نقره بود خیلی بهتر بود، ولی چی کار کنم؟ عالی نبود، ولی شکممو سیر کرد. الان یه قهوه میچسبه. خیلی خوب بابا، باشه، قهوه هم نباشه میشه. ولی باید حمومو برم، لباسم پر از گرد و خاک شده. بگو حمومو آماده کنن. بیا، این لگن و اینم کاسه، اینم همومت. بگیر، اینم لباس تمیز. من اینجوری نمیتونم هموم کنم. لباسای مسخره رم که اصلا نمیپوشم. چقدرم که برام مهمه. ببینم به کت خدا، این چه شده؟ نمیدونم، اصلا نفهمیدم. اخلاقش اینطوریه حتما. سرورم، مهندس ایوانوویچ و خواهرش تاتینا میخوان خدمت برسن. بیان تو. میتونید بلند شید. Можете подняться. سرورم، باعث افتخارم که به محضر شما رسیدیم. از خدا میخوام از اعتمادی که به من کردید پشیمون نشید. زبون ما رو خیلی خوب صحبت میکنید. نامیک پاشا از شما خیلی تعریف کرده بود، ولی اشاره‌ای به این موضوع نکرده بود. سرورم، از بچگی یکی از زبونهایی که یاد گرفتیم زبون شما بود. خیلی عالیه. معلممون آنا هم اصالتا روسیه. هر جا به مشکل برخوردین کمکتون میکنه. تا اونجایی که شنیدم خیلی دوست داشتین پایتخت ما رو ببینین. خوشتون اومد؟ خیلی زیاد، به خصوص قصر سرورم. انقدر با شکوهه که نمیشه تحت تاثیر قرار نگرفت. انگار که تو دنیای قصه ها. خوب استراحت کنید. شب میریم ساحل، قصر خواهرم سلطان اسما.
نمیخوام تا پل بوغاز و اطرافش ندیدین از اینجا برین. سرورم. پادشاه از اینکه اینجا هستین خیلی خوشحالم. آینا چقدر شما خوششانسین. میدونم. استانبول شهر قصه شهر رو نمیگم، در مورد پادشاه حرف میزنم. خیلی جذاب و خوشتیپه. خوشتیپه ولی بعضی وقتا خیلی لجبازه و خیلی خشن. این چیز بدیه؟ به نظرم مردا خشن بودن بهشون میاد. یعنی این واسه کیه؟ واسه سلطان هوشیاره. واسه کی میخواد باشه؟ بسیار زیباست. ای بدک نیست. البته در برابر لباسای شما هیچی نیست. چی میگی انبر؟ خدای من فوق‌العاده است. همین که پادشاه به فکر من بوده کافیه. وقت تنگ گلزار، باید زود آماده شم. بده دیگه انبر آقا. یه لباس دیگه بدم. معلوم هست چی کار میکنی؟ شکر خدا. انبر این مال شما نیست سلطانم، مال کم. راست میگه، مهمونا روسن. معلم باید همراه سلطان باشن برای همراهی که نمیتونه اون لباسای عجیب غریبا بپوشه. جناب کت خدا، یه اشرافزاده یا دختر پاشای کسی گم نشده احتمالاً؟ یه نگاهی بنداز، شاید کسی رو پیدا کردی. نه جوان مرد، همش اینجاست. خودت نگاه کن. پس من چی کار کنم با این دختر؟ بمونه پیش خودمون. یادش میاد کیه بالاخره؟ شاید این دختر قسمت خودت جوون مرد. چی؟ وای نه خدا نکنه، دور از جون. این چه حرفی میزنی؟ ای کبوتر، نمیدونی چه بلایی سرم اومد تا لباستو بیارم. چی شده؟ این چه حالیه؟ رنگت پریده، موهات به هم ریخته. بیا بپوشش. تو برو، من حاضر میشم. نه کار تو نیست. بهش حسابی برسیم، پیش پادشاه برمون نره. این دختره دیگه خیلی پررو شده، میخواد با سلطان بره مهمونی. نه من نمیتونم تحمل کنم، باید باش حرف بزنم. نکنین این کارو سلطانم، خودتون گفتین برای ترجمه میخواد اونجا باشه. پادشاه و الکی عصبانی نکنی. یه کاری بکنم که مرغای هوا به دلش گریه کنن، میبینی حالا؟ حتما این کارو میکنی. دستور سلطان محمود خان وارد میشود. معلممون کجاست؟ هنوز حاضر نشده؟ داره میاد سرورم.
متوجه زیبایی این معلم شده بودم، ولی الان میبینم که واقعا فوق‌العاده است. سرورم، اگر دیر کردم ببخشید. نه مهم نیست. کالسکیا اومدن سرورم. عالیه. سرورم، یکم هیجان دارم. اولین باره که از قصر تو مهمونی شرکت میکنم. برای اینکه مورد پسند واقع بشم هر کاری انجام دادم. امیدوارم که شرمنده‌تون نکرده باشم. میدونی یکی از خصلت‌های تو که خیلی دوست دارم چیه؟ چیه سرورم؟ اصلا نوازت به خودت نیست. متوجه نشدم، ولی فکر میکنم چیز خوبی گفتی. خواستم بگم خیلی خوب آماده شدی. بفرمایید، این کالسکه شماست. ما قرار نیست همراه پادشاه باشیم. خیلی سوال داشتم که میخواستم تو راه ازشون بپرسم. تاتیانا، الان وقتش نیست. راستش من فکر میکردم که همراه شما میاییم سرورم. معذرت میخوام. خواهرم از بچگی هر حرفی که توی دلش بود و بدون فکر به زبون میگره. فهمیدن این زیاد سخت نیست. مهم نیست. نمیخوام مهمونامونو برنجونم. شما هم با ما بیاین. منم کنجکاوم که سوالاتونو بدونم. دیگه دارم دیوونه میشم. تنها سوگلی پادشاه منم. فقط من. شیطان کوچولو، شیطان، حالم ازش به هم میخوره. خودشه. جعبه قایمش کردی خانوما؟ خیلی حوصله‌ام سر رفت. شما همیشه همینجوری اینقدر ساکت میشینی؟ نه بابا، مگه میشه؟ الان خواننده ها موزیسین ها میان، منتظر اونایی. خیلی خنده‌دار بود. پسرم، پیش کت خدا رفتی؟ کسی دنبال این دختره نمیگرده؟ نه مادر من، فکر کنم تازه خلاص شدن ازش. خوشحالن، نه کسی دنبالشه نه کسی میپرسه. پس نیست. عزیزم ناراحت نباش، شاید اصلا خبر ندارن. تو خودتو ناراحت نکن. نه بابا، ناراحت نیستم که اصلا یادم نمیاد خانوادم کیان. چرا ناراحت شم؟ من رفتم، خداحافظ. داری میری؟ آره، سیرک سیار اومده بیرون، میخوام برم یه سر بهش بزنم. سیرک؟ منم بیام؟ این دیگه چیه؟ ای خدا، تو کجا زندگی میکردی؟ چطور نمیدونی آخه سیرک چیه؟ خب نمیدونم دیگه. میشه منم بیام ببینم چیه؟ نه دختر خان، امکان نداره، نمیتونی بیای. چرا نمیتونم بیام؟ نمیتونی بیای چون من خودم دارم ازت فرار میکنم. پسرم، دختره رو ببر، با تو که کاری نداره. بذار یکم هوا بخوره، از طرفی شاید یه چیزی بشنوه و یه چیزایی یادش بیاد. آره، شاید یه چیزایی هم یادم اومد. اونطوری تو هم از دستم زودتر راحت میشی.
نامیک پاشا؟ بعد از اون همه حرف فکر نمی کردم دوباره به خونه درویشی من بیای. مجبور نبودم نمی اومدم. نگران نشین، زود میخوام برم. از غرب یکی از آشناهای خیلی صمیمیم اومده، میخوام برم ببینم. کسی که تو بهش میگی آشنا نهایتش یکی از زنای حرمسراته. بهتره من برم تو. بذاریم موضوع شب تا صبح تو غصه دار کنه. سلطانه. این شهر استانبول که بی‌نظیر و غیر قابل قیمت گذاریه، یک ملک عجم فدای یه سنگ اونه. متوجه نشدم سرورم. شعر یکی از شاعرامون به اسم ندیمه. اون میگه شهر استانبول مثل مانندی نداره. کل ملک عجم فدای یه پاره سنگ اینجاست. واقعا زیبا گفتید سرورم. این حرفا ندیم گفته، نه پادشاهمون. فقط ما شرقی ها نیستیم. حتی از غربی هم کسی ها ندیدم که استانبولو ببینه و عاشقش نشه. واقعا این شهر برای چی انقدر آدمو جذب میکنه؟ من فکر میکنم به خاطر این خصوصیتی که شرق و غرب اینجا یکی شدن. کاملا حق دارین. واقعا منظره زیبایی داره. ولی منظره اونجایی که نگاه میکنید نیست، این بره. سرورم، از وقتی که راه افتادیم انقدر به سوالاتم جوابای منطقی و خوبی دادید که جوان بودن شما و اطلاعات زیادتون واقعا باعث تعجبم شده. فکرشو نمی کردم انقدر اطلاعات داشته باشید. جای تعجب نداره عزیزم. پادشاه ما در مورد هر موضوعی مطالعه و تحقیق میکنن. فقط در مورد مملکت خودشون که نه، در مورد کل دنیا همینقدر پیگیرن. اینطوری هم نیست. خانم معلممون مبالغه میکنن. شما چند روز تو پایتخت میمونی؟ متاسفانه 2 روز. خدا رو شکر. البته منظورم اینه که 2 روز وقت کمیه، ولی خب بازم جایی شکر داره که اینجایید. اگه امکانش بود دوست داشتم تمام این مدت رو کنار پادشاه و با مصاحبت ایشون وقتمو بگذرونم. نه بابا دیگه چی؟ آنا عزیزم چیزی گفتی؟ میگم که پادشاهمون آدم پرمشغله‌ای هستن و نمیتونن کل وقتشون رو به شما اختصاص بدن، مگه نه سرورم؟ همینطوره. اداره دولت و رسیدگی به کار مردم اصلا کار ساده نیست. آنا، به تو هر چقدر افتخار کنیم بازم کمه. اینکه یه معلم از دیار ما به بچه‌های پادشاه درس بده برای ما که اینجا اومدیم بسیار جای افتخاره. ممنونم. اگه یکم دیگه ادامه بده قسم میخورم این زن از کالسکه میندازم بیرون. آزاد بودن و اینطوری گشتن بدون اینکه به چیزی اهمیت بدی چقدر خوبه. خیر باشه، مگه قبلا اسیر بودی؟ این چه حرفیه؟ معلومه که نبودم. یعنی یادت میاد؟ نه خب یعنی حتما نبودم، یعنی اصلا همچین چیزی یادم نمیاد. یعنی خب کلن چیزی یادم نمیاد. مگه من باید به تو جواب پس بدم؟ خیلی خب چیزی نگفتم که. چرا زود عصبی میشی؟ چقدر جالبه، مثل روز همه اومدن بیرون. همیشه اینجوری نیست، به خاطر سیرک اومدن بیرون. چرا اینقدر میترسی تو آخه؟ از بچه هم بدتری ها؟ برای چی باید بترسم؟ یهویی فوت کرد تو صورتم، دویدم که یه وقت نسوزم. خیلی خوب، اگه اعتراض نکنی تعجب میکنم. وای
دوتاشم فرق داره. من اصلا از اینا تا حالا نخوردم. خب بگو از کدوماش میخوای؟ از اون. جناب از اینا بی زحمت 2 تا بده. بیا بگیر. حالا به جای اینکه تو ذهنت بمونه مزهش زیر زبونت میمونه. ممنونم. خیلی جالبه. عنبر آقا اگه بود عاشقش میشه. عنبر آقا؟ یا اینجوری گفتم؟ نمیدونم، حتما از آشناهامونه. ببین گردش موثر بود، داره کم کم همه چیز یادم میاد. خدا رو شکر بالاخره چشاتو باز کردی. اینجوری نگاه نکن پسرم، از ما به تو ضرری نمیرسه. تیر خورده بودی، با شوهرم پیدات کردیم آوردیمت خونه. ای با خاتون گلوله رو در آورد و زخمتو ضد عفونی کرد. من باید برم. نه نمیتونی جایی بری. حالا که بیدار شدی من واسه یه کاسه سوپ میارم بخوری یکم سر حال شی. منتظر من باشید. قسم میخورم همتون رو پشیمون میکنم. والدم هم دوست داشت شرکت کنه ولی مسافرته. برگرده ناراحت میشه یه چنین شبیه از دست داده. امیدوارم غذاهامون به ذائقتون سازگار باشه. راستش غذاها انقدر نمیدونم چطوری بگم، گفتنش برام واقعا سخته. خیلی بسیار غذاهاتون میگه خیلی خوشمزه است. اگه جلوی خودم رو نگیرم تا سرحد بیهوشی میخورم. خیلی خوشحال شدم. نوش جان. این که امشب اینجا از ما پذیرایی کردین لطف بسیار بزرگیه، اما صمیمیتتون با برادرتون واقعا منو به حیرت انداخته. برای چی؟ خب نهایتا شما هم وارث تاج و تخت نیستین مگه؟ یه جورایی رقیب هم دیگه محسوب میشین. در اصل اینطوری نیست. با توجه به قوانین قدیم دولت عثمانی و سنتمون خانمای خاندان نمیتونن به تخت سلطنت بشینن. آها، پس که اینطور، اون وقت چرا؟ قوانینمون اینطوریه. البته اگه اینجوری هم نبود وابستگی من به پادشاه انقدر زیاده که حتی به ذهنم هم نمیرسه که رقیب ایشون باشم. اینکه به عنوان خواهرش مورد محبت ایشون باشم و گاهی از مهموناشون پذیرایی کنم برای من باعث افتخاره. این عشق برادریه که در قلب منه. شما اینجوری متواضعانه صحبت کردن سلطان اسما رو نگاه نکنید. همه پایتخت شیفته اونن. هم به مسائل سیاسی هم به مسائل اداری رسیدگی میکنن. هاشا سرورم، این فقط در حد یک کنجکاویه. خب تاتیانا، از شهرمون خوشتون اومد؟ پسندیدن که هیچ، واقعا شیفته شدم سلطانم. مخصوصا این که با مصاحبت پادشاه به اینجا اومدم و فکر نمی کنم تا آخر عمرم از یادم بره. بازم شروع شد. خدایی بهم صبر بده. سلطانم نمیخوای بازش کنی؟ مردم از کنجکاوی. باز میکنم. یعنی واسه کی نوشته؟ الان میفهمیم. با این نامه میری به جهنم خانم.